هنگامی که منافقان نزد تو آیند میگویند گواهی میدهیم که تو واقعا پیامبر خدا هستی و خدا میداند که تو واقعا پیامبر او هستی و خداوند گواهی میدهد که منافقان واقعا دروغگو هستند. سوگندهایشان را بر روی اعمال بدشان سپری قرار دادند. بدین ترتیب مردم را از راه خدا باز داشتند. چی بد است آنچه را انجام میدهند. این سببی است که ایشان ایمان آوردند سپس کافر شدند. پس مهری بر دلهایشان نهاده شد، بنابراین نمیفهمند. هنگامی که ایشان را بنگری قیافه و ظواهر ایشان تو را به شگفت می آرد و اگر سخن می گویند با سخنان ایشان گوش فرا می دیهی. گویا ایشان چوبهای یعنی مجسمه های چوبی اند بر دیواری تکیه داده شده که یارای استادن به پای خود را ندارند. هر آواز مهیبی را بر ضد خود می پندارند. ایشان دشمنان شما اند. از این رو از آنان برحذر باش. خداوند هلاکشان کند. چطور از حق برگردانیده می شوند؟ و هنگامی که به ایشان گفته شود بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد، سرهای خود را می جنبانند و ایشان را می بینی که تکبر کنان روی بر می گردانند. برای ایشان مساوی است خواه برایشان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی، هرگز خداوند ایشان را نمی آمرزد. بیگمان خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. ایشان کسانی اند که می گویند بر آنانی که نزد پیامبر خدایند خرج نکنید تا پراگنده شوند، در حالی که خزانه های آسمان ها و زمین از آن خداست، اما منافقان نمی دانند. می گویند البته اگر به مدینه بازگردیم بیگمان صاحبان عزت مردم خوار و بیچاره را از آنجا بیرون می کنند، مگر حقیقت این است که عزت از آن خدا و پیامبر او و مسلمانان است، اما منافقان نمی دانند. ای مؤمنان، دارایی شما و اولاد شما نباید شما را از یاد خدا غافل کند و هر کسی که چنین کند پس هم ایشانند زیانکار. و از آنچه به شما ارزانی کردیم خرج کنید پیش از این که مرگ به سراغ یکی از شما بیاید و در این حال بگویید پروردگارا ای کاش مرا مدتی کمی مهلت می دادی تا خیرات می دادم و از جمله نیکوکاران می شدم. ولی خداوند کسی را چون اجل او فرا رسد مهلت نمی دهد و خداوند به آنچه می کنید آگاه است.